عیسی شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستا عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین و همیشه در زندگیتان محبت و فیض خداوند سرازیر شود. نعمات و برکات خداوند همیشه زندگی شما را پرفیض بسازه و شما همیشه شاد و خرم و آرام باشین در خداوند ما یسوع مسیح. شما بیننده تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان هستین. تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان تلویزیون خود شماست و شما از طریق میتونین برنامه‌های خوب را درباره موضوعات مختلف کتاب مقدس بیننده باشین. اگر شما کدام سوال، پرسش، کدام شهادت، گفتنی و پیام دارین و میخواین با ما شریک بسازین، حتما از طریق شماره تلفن و غیره طریقای ارتباطی که در زیر ویدیو شما میبینین با ما در تماس شوین و ما حتما اونا را در نظر گرفته در جریان برنامه ها به نشر مسپاریم. خب اسم که شما میفهمین ما یک سلسله برنامه های را آغاز کردیم به نام 6 تعهد خداوند با بشر یا تعهدات مهم خداوند با بشر. البته این 6 تعهد اگر بسیار به طور خلاصه بگوییم، تعهد خداوند با آدم نوح، تعهد خداوند با آدم و حوا ببخشید، تعهد خداوند با نوح، تعهد خداوند با ابراهیم، تعهد خداوند با موسی و قوم بنی اسرائیل، تعهد خداوند با داوود و عهد جدید خداوند با تمام بشر است یا با کلیسا. پس دوستای عزیز، ما شما درباره 4 تعهد اول یعنی با آدم و حوا، با نوح، با ابراهیم و با موسی و قوم بنی اسرائیل در ویدیوهای قبلی صحبت کردیم. شما میتونین که اگر بخواین معلومات درباره 4 تعهد حاصل بکنین به ویدیوهای قبلی مراجعه بکنین. امروز ما درباره تعهد پنجم خداوند با داوود نبی یا داوود پادشاه صحبت میکنیم. البته این تعهد خداوند با داوود نبی با خودش و خاندانش و از طریق با تمام بشر است. اینو ما میخوایم بر شما تشریح بسازم. تعهداتی که با آدم حوا، با نوح، با ابراهیم، با موسی، قوم بنی اسرائیل بود، با خود اونا تنها نبود، با مردم که در اون وقت زمان زندگی میکردن نبود، بلکه با تمام بشر بود. درباره از ما کاملا معلومات کافی دادیم. امروز تعهد خداوند با داوود کی بود؟ یک چوپان بچه بود. در زمانی که شاول پادشاه بود و از خداوند سرکشی و بغاوت کرد، در او زمان، البته قبل از یک شاول پادشاه شود، یک سلسله از قاضیان یا داوران بودند که قوم بنی اسرائیل را اداره میکردند. ولی قوم بنی اسرائیل یک روز برخواستند برای علیه سموئیل و گفتند دیگه ما نمیخوایم که داور و قاضی داشته باشیم، ما میخوایم که یک پادشاه داشته باشیم. خداوند با این کارشان خوشنود نبود، ولی بازم از بین از شاول را که یک مرد بسیار قوی القل و بلند قد بود او را انتخاب کرد و او پادشاه از اینا شد. ولی شاول بعد از مدت مغرور میشه و خداوند اینجاست که داوود را که یک پسر بچه است و در او وقت چوپان است انتخاب میکنه و میگه تو بعد از این پادشاه ما میباشی، پادشاه مسح شده ما تو هستی. ولی شاولی را قبول نمیکنه و سالها داوود پنهان میباشه، پنهان میشه. بالاخره ای که شاول به واسطه فلسطینی ها کشته میشه و داوود بسیار با مشکل می به سر قدرت و پادشاه میشه. خب داوود یک پادشاهی بود که همیشه به کلام خداوند گوش میداد، همیشه با خداوند هم صحبت بود و خداوند را میپرستید و همین داوود بود که بسیار خدمتای بسیار زیاده برای قوم بنی اسرائیل به خاطر خداوند انجام داد. ولی در عین حال داوود نبی مشکلات بسیار زیاده هم داشت در زندگی خود که یکی از مشکلات بزرگی در کتاب مقدس ذکر شده کشتن یک زن شوهردار و همبستر شدن با او زن بود و بعد او زن را به نکاح خود در آوردن که خداوند از این کار داوود بسیار سخت متاثر شد و داوود حتی وقت ناتان نبی به نزدش آمد و گفت خداوند بر سر تو قهر است، داوود نبی برای خاک سر نشست و لباس خود پاره کرد و گریه کرد تا اینکه خداوند او را بخشید. ما شما میفهمیم داوود نبی در کتاب زبور یا جمع از مزامیرش بسیار مثلا مزامیر شیرین داره در وصف جلال خداوند که همش کلام خداست. پس داوود نبی پادشاه بود و در اینجا خداوند با داوود نبی یک عهد بسته میکنه و این عهد چیز خداوند به داوود نبی میگه که از خاندان تو کسی، من البته عهد خداوند با داوود نبی است که میگه خاندان تو برای ابد و الابد سلطنت میکنه و پادشاهی میکنه
داود نبی شاید در این فکر بود که من خو میمیرم، فرزندان خو میمیرن، خاندان من خو انسان هستن یک روز از بین میرن، چطور تا ابد اینا سلطنت میکنن؟ چطور از خاندان ما تا ابد که روز قیامت و آخرت و آمدنی است اینا سلطنت میکنه؟ این خو امکان نداره. ولی خدا از این طریق با داود نبی صحبت کرد و برایش پیام رسان که همون فرزند زنی که برای نجات بشر، برای نوح و برای آدم و حوا وعده داده شده بود، و همو کسی که می آمد و از طریق نسل ابراهیم تمام بشر را نجات میداد، همو کسی که قرار بود از همین قوم بنی اسرائیل بیایه، همو کس از خاندان تو میایه، او به دنیا میایه و او پادشاه ابدی است. یعنی خود خداوند میایه و در اینمی سرزمین بنی اسرائیل جسم میپوشه و مادرش و پدرش کسایی هستند، پدر که ندارم، مادرش و نامزاد مادرش کسی که هستند، اونا کسایی هستند که از این قوم بنی اسرائیل هستند، پس او هم از جمع می خاندان شمرده میشه. او پادشاهی ابدی است، او سلطنت ابدی روحانی را پیش میبره و هر کسی که وارد سلطنت و پادشاهی ملکوت شوه او نجات یافته و هرگز نمیمیره و با مرگ ابدی روبرو نمیشه. وعده خداوند با داودی بود که ای داود، از خاندان تو کسی میایه کو پادشاه ابدی می باشه، خاندان تو بر ابد سلطنت میکنه و هیچ وقت این سلطان مثلا این کمرانی و سلطنت از خاندان تو گرفته نمیشه. برای یک انسان مشکل است تا ابد زنده باشه یا برای نسل انسان و سلطنت بکنه، بلکه برای خود خداوند که پادشاه ابدی است تنها کار امکان داره و خدا این پیشگویی را از طریق داود نبی به داود نبی به قوم بنی اسرائیل و به تمام بشر بیان میکنه. و زمانی که یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی بر روی زمین میایه و جسم میپوشه، مادرش مریم یکی از نسل های کی است؟ داود نبی است. و این مریم میایه و عیسی مسیح یا یسوع مسیح را که از روح خداوند حامله شده را به دنیا میاره. یعنی در حقیقت خداوند میایه و جسم میپوشه و او میایه پیام نجات را میرسانه، او میایه قیمت گناه را میپردازه، او میایه پیروزی بر گناه و شیطان را اعلام میکنه و او همو خداوند میایه و مردم دعوت میکنه به این نجاتی که خودش با واسطه خون و بدن خود انجام داده. پس ما در اینجا میبینیم که امی وعده خداوند با داود نبی چی میشه؟ کامل میشه. وقتی یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی میباشه در اون وقت و زمان در بین قوم بنی اسرائیل، یعنی در جسم میباشه، قبل از اینکه بره قیمت از این خون بشر، قیمت گناه بشر را پرداخت بکنه، در او خودش میگه که وعده که به داود شده بود امروز پورا شد و امروز پورا میشه. و ما میفهمیم که یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی امروز هم با ما هست و از طریق کلامش با ما صحبت میکنه. میگه ببین که وعده که به داود دادم او وعده پورا شد. وعده که با داود دادم 1000 سال بعدش پورا شد و امروز تا به امروز او وعده پابرجاست و سلطنت از خاندان داود گرفته نشده، چرا که یسوع مسیح از طریق خاندان امید داود نبی جسم پوشید و او پادشاه ابدی است و تا به امروز یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی سلطنت میکنه و پادشاهی میکنه. او پادشاه و سلطان ابدی هست. پس این وعده خداوند بود با کی؟ با داود نبی، با قوم بنی اسرائیل و از طریق از با تمام بشر. این که از کلام خداوند بخوانیم از دوم سموئل فصل 7 آیه 15 میخوانم و در اینجا خداوند با داود نبی میگه ولی محبت من از تو دور نخواهد شد، آنطور که از شاول دور شد و باعث گردید سلطنت او به تو منتقل شد، بدان که خاندان تو تا به ابد باقی خواهند ماند و در حضور من سلطنت خواهند کرد. یعنی خاندان داود، بله یسوع مسیح خدای زنده از خاندان داود به دنیا آمد، جسم پوشید و تا ابد باقی مانده و تا ابد سلطنت میکنه. او یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی ماست. پس در اینجا خدا وعده که به داود کرده بود به او وعده خود وفا کرد و ما دیدیم که امروز واقعا که خاندان داود تا به امروز سلطنت میکنه و او پادشاه ابدی که خود یسوع مسیح خداوند و نجات دهنده ماست. او پادشاه ابدی است، او سلطان ابدی است، او سلطنت میکنه، حکمرانی میکنه، پادشاهی میکنه. پس خداوند با وعده خود وفا کرد. امروز ما میبینیم وعده خداوند به وقوع پیوسته، تکمیل شده. پس به برای ما امید میده که وعده های دیگه خداوند، اما قسمی که خداوند وعده کرد بر آدم و حوا تکمیل شد، برای نوح تکمیل شد، برای ابراهیم تکمیل شد، با موسی و بنی اسرائیل تکمیل شد، در اینجا با داود تکمیل شد. وعده خداوند که ما نجات یافتیم و او دوباره برمیگرده و ما زندگی ابدی را با جسمای جدید با او با در زندگی ابدی سپری میکنیم که در اوج نه مرگ است، نه درد است، نه غم است، نه رنج است
و همه چیز کامل است. ما کامل هستیم، در حضور خدای کامل به سر میبریم. این وعده خداوند هم پوره میشه، چرا که همه وعده خداوند پوره شده تا به امروز و خداوند هم او خداست و خدایست که بر تعهدات خود میسته، خدایست که وفادار است و وفا میکنه به تمام تعهدات خود و وعده خود پوره میسازه. پس ما تشکر میکنیم خداوند ما یسوع مسیح را که همچون یک خدای وفادار است بر تعهد خود میسته و ما ایمان داریم که ما نجات پیدا کردیم. ما یک روز زندگی ابدی را با جسم جدید به او سپری میکنیم. خوشا به حال شما برادرها و خواهرای ایماندار مسیحی. ولی اگر کسی به این خداوند ما که یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی ایمان نداشته باشه، او را ما دعوت میکنیم که بیا کلام خداوند را بخونه، این برنامه ها را نگاه کنه و ببینه و از خداوند بخواه. برادر دعا بگه خداوندا یسوع مسیح، اگر تو واقعی خداوند هستی، اگر واقعی خداوند هستی، اگر در حقیقت تو خداوند هستی، خود را به من ظاهر بساز، قلب مرا لمس بکو، حقیقت برای من روشن بساز و مرا هدایت کو یسوع مسیح که به تو ایمان بیارم. و باور داریم یک کسی واقعا با قلب خاکسار و فروتن، با قلب پاک، با نیت پاک، با یک هدفی که در جستجوی خدای حقیقی و زنده باشه این کار انجام بده، او یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی را پیدا میکنه و یسوع مسیح او را هدایت میکنه. تشکر دوستان عزیز که برنامه امروز ما را شما دیدین و شما تقاضا میکنم که برنامه ما را تعقیب بکنین و ببینین و این را با صفحات اجتماعی تان فیسبوک، یوتیوب و غیره شریک بسازین تا بیشتر از خواهرها و برادرها بتانند این برنامه را ببینند. در نام پاک و مقدس خداوند و نجات دهنده ما یسوع مسیح دعا را کردم. برنامه امروز خود را به پایان میرسانیم. یسوع مسیح با شما باشه و شما در فیض خداوند ما یسوع مسیح باشید. آمین.